سلام دوستان، حال دلتون چطوره؟ من ایلیا هستم از کانال مادی دلی آنالیز. دوستان فکر کردیم من ویدیو نمیذارم برای شما عشقا، نه 100% بهتون ببخشید من حتما میذارم. برد بسیار عالی مقابل یوونتوس و میتونم بگم بردی بسیار حیاتی با درخشش تیبو کورتوا. خب بریم اصل مطلب. از شما میخوام قلب بیرنگ و قرمز لایک بزنین، همه چی بکنین. تو رو خدا دوستان، من حمایت خیلی کمه، خیلی کمه. برو بریم. رئال مادرید تونست با برد سخت و بعضی نکات منفی تیم یوونتوس و بسیار دفاعی رو ببره. واقعا افتخار میکنم که تونستیم 3 بازی پشت سر هم تو لیگ قهرمانان اروپا ببریم، یکی پرگل یکی کم گل. غیره تو 5-0 یوونتوس 1-0 و 2-1 بردیم مایسیو که همون 1-0 در میشه. رئال مادرید واقعا عالی بازی کرد دوستان. تو اون چیز آنالیز تصویری متاسفانه نداریم، من هم آنالیز گفتاری هستش. رئال مادرید واقعا بسیار عالی بازی کرد. من میتونم بگم که ژابی آلونسو جا میگیره تو ترکیب رئال مادرید و تو نیمکت واقعا کاملا داره جا میگیره. آقای ژابی آلونسو واقعا عالی داره مدیریت میکنه تیمو و تعویضاش. مثلا واقعا حرکت آنجا که وینیسیوس عالی بود، یکی اووردیم ور یکی اووردیم ور یکی اوورد و آخرین بار اوورد ضربه دیدنی از کجا به تیر خورد و بیلینگام میتونیم بگیم گل اصلی و وینیسیوس جونیور زد، ولی گل به نام جود بیلینگام دوستان ثبت شده و من میتونم واقعا تشکر کنم از آقای پرز که ژابی آلونسو رو برای مربیگری انتخاب کرده. واقعا بسیار عالیه این ژابی آلونسو، عالیه. میتونم بگم ال کلاسیکو رو ما میتونیم ببریم، میتونیم ال کلاسیکو رو ببریم. امروز 2 تا ویدیو داریم. این ویدیو بعد از ظهر ویدیویی داریم به نام پیشبازی ال کلاسیکو که تقریبا 3 روز بعد اتفاق میفته. من نگاه کنم امروز کنم 1 آبانه ها، نه دیگه امروز 1 آبان هستش، 1 آبانه که 4 آبانم میشه چیز دیگه ال کلاسیکو. امروز 5 شنبه است، جمعه میشه 2، شنبه میشه 3، یک شنبه که روز ال کلاسیکو میشه 4 آبان. بسیار بازی بسیار 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 مهمه و ببریم دیگه 100 رو به نظرم به ما داده میشه و به نظر فیلیک دیگه به لالیگا میبازه، چون دیگه 5 امتیاز یکم سخته دیگه، حتی ببرنم 2 امتیاز فاصله مونده. خب دوستان من میگم دیگه ما بسیار عالی بازی کردیم. دبل پیوت جود و آردام واقعا عالی بود. واقعا جود بیلینگم عالی بازی کرد، 2 بازی کرده تو لیگ قهرمانان، 1 گل به ثمر رسونده. وینی جونیور هم به دوره پرایم و همون عالیش به ورژنش برمیگرده. امباپه یه شوت محجر زد که اینجوری دیگرگری واقعا عالی گرفت و بعد تو ریباند هم عالی گرفت، خودشو پرتاب کرد به سوی توپ. واقعا رئال مادرید نمایش عالی داشت و بعضی وقت یه مشکلات هم رئال مادرید داشت ولی اونا رو در نظر میگیریم که آقا 70% خوب بودن، بعضی وقت عالی بودن، بعضی وقتا یه 20 دقیقه متزلزل نشون میدادن، ولی 70-60 دقیقه واقعا عالی بازی کردن. من میتونم از همینجا به رئال مادرید و تیم ژابی آلونسو دست بزنم، به خاطر اینکه تیم بسیار دفاعی با دفاعهای خوب با دفاع قد بلند واقعا تونستیم گل بزنیم. تو جام جهانی باشگاه هم تونستیم این تیمو چقه رو ببریم. واقعا کورتوا درخشید، میتونم بگم بهتر بازیکن زمین بود تیبو کورتوا. بالای 5 تا توپا گرفت، تک به تک دوشان بلاهویچو و اونجا چه عالی کار کرد. ادر میلیتو اصلا بلش نکرد، اونقدر رفت بد بزنه. چقدر عالی درخشی کورتوا، یعنی کورتوا نبود احتمال زیاد به بازی یوونتوس میباختیم 100%. به من دوست اینم بود این ویدیو. ولی ببین دوستان، تو خودی که حمایت کنید نمیبینین 2 تا بازی یعنی چی آخه؟ من اینو دوست ندارم اصلا این ویدیو رو دوست ندارم که شما ازم حمایت نکن. منم امیدمو خراب نمیکنم و زود ویدیو میذارم.
یه هفته ای نذاشتم ببینم حالتون چیز میشه که خودت نمایت کنی. دیدم که باید بذارم دیگه. آره دوستان، اینم بود از این زیاد چیز نکردیم، ولی ویدیوی مثبت 15 دقیقه با ال کلاسیکو میاد. عشق منی، خدا نگهدار.